دوستان و عزیزان، سلام. امیدوارم در هر جای این دنیا هستید و صدای من رو میشنوید در نهایت سلامت و امنیت باشید. امروز قصد دارم تا یک افسانه بسیار قدیمی رو براتون تعریف کنم. این داستان چیزی نیست جز افسانه گیلگمش. جالبه بدونید که روایت این قصه به 2500 تا 2800 سال پیش از میلاد مسیح برمیگرده، یعنی زمانی بیشتر از 4500 سال پیش. خب دوستان عزیزان، حالا دیگه وقتشه که بریم سر اصل قصه. در سالهای بسیار دور، یعنی بیش از 4500 سال پیش، بر کرانه رود فرات سرزمینی بود به نام اروک که آوازه و شهرت این سرزمین در تمام جهان پیچیده بود. سرزمین اروک پادشاهی داشت به نام گیلگمش که 2/3 خدا بود و 1/3 آدمیزاد. یعنی مادر گیلگمش نینسون الهه زایش و باروری بود و پدرش یک انسان عادی، و به خاطر همین 1/3 انسانی اون نمیتونست مثل خدایان جاودانه باشه و مثل همه انسانهای دیگه محکوم به مرگ بود. گیلگمش مردی بسیار تنومند و قوی بود و چهره‌ای زیبا داشت. جثه اون اونقدر بزرگ بود و قدرتش به حدی زیاد بود که خیلی اون رو از خدایان میدونستن. گیلگمش از زمانی که در اروک به قدرت و سلطنت رسیده بود به دور سرزمین خودش یک دیوار امنیتی کشیده بود و ثروت و پیشرفت اقتصادی و امنیت رو برای اروک و مردمانش به ارمغان آورده بود. اما خب از اونجایی که او هم یک انسان محسوب میشد، خطاهایی هم داشت. برای مثال یک قانون ظالمانه تصویب کرده بود که هر کس در سرزمین او ازدواج میکنه باید شب اول عروس رو به حجله گیلگمش ببره. و البته این گردن کشی ها و این طغیان ها و این ظلم ها به همین جا هم ختم نمیشد. او حتی در برابر فرامین خدایان هم گردن کشی می کرد و گاهی خدایان و فرامین اونها رو به باد مسخره می گرفت. و درست به همین خاطر خدایان بارها و بارها تصمیم گرفته بودند که او رو تنبیه کنند، اما فقط به خاطر مادرش که خود او هم یک خدا بود از این کار صرف نظر می کردند. تا یک روز که دیگه گیلگمش گردنکشی و نافرمانی رو از حد گذرونده بود، خدایان تشکیل جلسه دادند و تصمیم گرفتند که به وسیله نینسون، یعنی مادر گیلگمش که گفتم خدای زایش و باروری بود، یک انسان غول پیکر خلق کنند و اون رو برای تنبیه گیلگمش به زمین بفرستند. و نینسون هم علی‌رغم میل باطنیش مجبور شد به این تصمیم خدایان تن بده. او مقداری از گلهای زمین رو برداشت و به وسیله اون طی 7 روز یک انسان غول پیکر رو خلق کرد. اون موجود کسی نبود جز انکیدو. انکیدو مرد تنومند و قدرتمند و پشمالویی بود که از وقتی چشم به دنیا باز کرده بود خودش رو در دشت و در میان حیوانات و وحوش دیده بود و برخلاف اینکه هیکل انسانها رو داشت هیچ چیزی از تمدن انسانها نمیدونست. اون خوی حیوانی داشت و خودش رو یک حیوان میدونست و با سایر حیوانات در دشت‌های اطراف سرزمین اروک زندگی میکرد. اما حضور این مرد تنومند در این دشت‌ها برای خیلی ها به یک مشکل تبدیل شده بود.
مثلا شکارچی هایی که هر بار وقتی حیوانی رو تو تله گیر مینداختن میدیدن که یک انسان غول پیکر از راه دور میرسه و حیوانات رو نجات میده، یا روی چاله هایی که برای شکار میکندن میاد مدفوع میکنه تا حیوان ها به خاطر بوی بدی که تو اون چاله ها میپیچه سمت اونها نیان. شکارچی ها که میدونستن قدرت مواجه شدن با این غول رو ندارن تصمیم گرفتن به هر نحو ممکن اون رو از سر راه خودشون بردارن. بنابراین به شهر اومدن و مشکل خودشون رو با بزرگان شهر در میون گذاشتند. یکی از بزرگان که از قضا پدر یکی از شکارچی ها هم بود گفت وقتی نمیتونید از راه زور وارد بشید پس بهتره دست بگذارید روی نقطه ضعف این موجود. با توجه به اینکه اون همسری نداره بهتره به معبد خدایان برید و یکی از زیباترین زنهای معبد رو با خودتون به دشت ببرید. اون رو در معرض دید انکیدو قرار بدید. اون اگر با این زن آمیزش داشته باشه خوی حیوانی خودش رو از دست میده و دیگه نمیتونه به میون حیوانات برگرده و اینطوری مشکل شما هم حل میشه. بنابراین شکارچی ها از این روش استفاده کردند و شمهات رو که زیباترین زن معبد خدایان بود با خودشون به دشت بردن رو اون رو در جایی قرار دادن که انکیدو رو ببینه و اتفاقا این نقشه مؤثر واقع شد. انکیدو که تا اون موقع هیچ زنی ندیده بود به محض دیدن زیبایی های شمهات مجذوب جاذبه های زنانه اون شد و پیش اون رفت و اونها 6 شب و 7 روز رو با هم گذروندند. اما شمهات طی این مدت هم با انکیدو آمیزش جنسی برقرار میکرد، هم بهش فرهنگ انسانها و زبان انسانها را آموزش میداد. اما چیزی که برای انکیدو خیلی عجیب بود نام شخصی بود که هر رهگذری که از اونجا رد میشد از بزرگی و عظمت او صحبت میکرد و اون شخصی نبود جز گیلگمش. انکیدو خیلی دوست داشت تا با گیلگمش کشتی بگیره و اون رو به زمین بزنه، اما اولویت اولش این بود که به میون دشت برگرده و بین حیوانات به زندگی عادی خودش ادامه بده. بنابراین بعد از مدت به دشت برگشت، اما با تعجب دید آمیزش اون با این زن باعث شده که اون خوی حیوانی خودش را از دست بده و دیگه حیوانات اون رو به میون خودشون نپذیرند. او دیگه تبدیل به یک انسان شده بود و بوی آدمیزاد گرفته بود. پس دلشکسته و غمگین نزد شمهات برگشت و موضوع رو با اون در میون گذاشت. شمهات خوشحال از این که نقشه‌ای که داشتند به ثمر رسیده رو به انکیدو کرد و گفت ببین تو به هر حال یک انسان هستی، بهتره با من به شهر بیای و برای خودت خونه و زندگی تشکیل بدی، کاری داشته باشی، برای خودت دوستایی پیدا کنی. مگه تو نگفتی دوست داری بیای و با پادشاه گیلگمش کشتی بگیری؟ پس دیگه معطل نکن، بلند شو و با من به شهر بیا. انکیدو با شنیدن این حرفها امیدی به دلش برگشت و گفت من هم دوست دارم اینطوری که تو گفتی زندگی کنم، پس با تو به شهر میام. و اون دو به سمت سرزمین اوروک حرکت کردند. توی راه شمهات برای انکیدو لباسهای انسانی تهیه کرد و برای اون غذای انسانها رو خرید. البته انکیدو اولش اکراه داشت از اینکه این لباسها رو بپوشه و این غذاها رو مصرف کنه و بخوره، اما از وقتی که لباس پوشید و زیبایی لباس رو دید و خوشمزدگی غذای انسانها رو چشید
دیگه تصمیم گرفت تا مثل آدم‌های معمولی زندگی کنه. آنها آمدند تا به سرزمین اوروک رسیدند. انکیدو به محض اینکه پاش رو توی سرزمین اوروک گذاشت شروع کرد به رجز خوندن برای گیلگمش. راه میرفت و فریاد میزد که این گیلگمش کیه؟ بیاد که من باهاش کشتی بگیرم و اون رو زمین بزنم. و دائما این رجز خوندن خودش رو ادامه میداد. اما اخبار به گوش گیلگمش رسید و اون عصبانی به همراه خدم و حشمش به طرف محل زندگی انکیدو حرکت کرد. وقتی این دوتا با هم رو در رو شدن، گیلگمش با صدای مهیبی که داشت فریاد زد: من گیلگمش هستم، کسی که دور اوروک رو دیوار حفاظتی کشیده، کسی که برای مردمش امنیت و ثروت آورده. حالا تو کی هستی که اومدی اونجا برای من رجز میخونی؟ تا حالا یک نگاه به سر و وضع خودت کردی؟ باشه، اشکالی نداره، اگر میخوای با من کشتی بگیری من آمادم. و با همین کلام گیلگمش اون دوتا با هم سرشاخ شدند و یک کشتی بسیار سخت آغاز شد. اما از اونجایی که زمان ویدئوی ما خیلی طولانی شد، بقیه قصه رو تو قسمت‌های بعد براتون تعریف میکنم. امیدوارم خدا یار و نگهدارتون باشه.